اولا که مهریه قرار نیست 14 تا بشه. مهریه توافق زن و مرد موقع عقد، هیچ تغییری هم براش ایجاد نشده، فقط راجع به ضمانت اجرای وصولش هست. ضمانت اجراش هم دو تا، یکی اینکه اموال مرد رو میرن توقیف میکنن، حساباشو میبندن، مالشو برمیدارن. یکی هم حبسه. حبس تا قبل از این مصوبه مجلس 110 تا اگر نمیداد حبس داشت، الان شده 14 تا. لذا نه قرار مهریه کم بشه. خب اگه دولت موافق 14 تا دارا باشه، نه دولت موافق 14 تا نیست. آقایون وضع مالی خوبی دارن. ازشون میگیرن؟ ازشون میگیرن؟ نه میگیرن. شروط ضمن عقد به قوت خودش باقیه. اصلا زمانی که عقد بسته میشه شروط رو می‌نویسن، اصلا برای اونها تغییری ایجاد نشده. یعنی که نمیشه جایگزین بشه، جزء قوانین بشه که اگر شروط ضمن عقد دست طرفین، خودشون میتونن چه شرطی رو بذارن. قانون اجازه داده که طرفین بتونن زمان عقد شرطی رو بذارن. عقدنامه ها شروط زیادی توش هست. راجع مهریه دولت حق طلاق و اینا میگن که اگر مثلا مردها قرار دیگه زندان نرن و شرایط برای مهریه براشون آسان‌تر بشه، در خصوص خانم ها هم حداقل حق طلاق بهشون یا حق خروج از کشور بهشون داده بشه. حالا اون که در شروط ضمن عقد همین الان اینا وجود داره که اگه یه مردی فرض کن 6 ماه نفقه نده، زن میتونه بره خودش رو مطلقه کنه از طریق دادگاه، این وکالت میگیره. شروط ضمن عقد در واقع این نیست که بخواد قانون بگه چه شرطی بذار. شروطی رو که طرفین میتونن توافق کنن میتونن بذارن. دولت با 14 تا گفتیم مخالف بوده. بله گفتید. ولی با اصل این که مرد زندان نره و با پابند در واقع آزاد باشه که مهریه رو پرداخت کنه موافق بوده. دو تا مقوله جداگانه است. ما معتقدیم که مرد به خاطر مهریه نباید بره زندان که زندگیشون از هم بپاشه، اما باید یه ضمانت اجرا هم برای زن باشه که همون پابند، چون خیلی محدوده، پابند یه شعاع 1000 متری رو میتونه مرد همین. خب میخوام بگم خیلی هم به نفع مرد نیست که کلا آزاد شده باشه.